Sen canımsan, sen tanımsan, بابام یورت مسکنمسن. به نام خداوند بزرگ و توانا و درود بی پایان بر روان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام تقدیم می کنم به بینندگان کانال آی تی وی. اینجا ساحه ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب است که بزرگترین پروژه افغانستان کانال قشتپه. کار کانال قشتپه به ساحه ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب رسیده است و این ما در حال حاضر در 15 کیلومتری بازار ولسوالی اندخوی قرار داریم که قسمی که خودتان هم میبینین کار به شدت جریان دارد. بزرگترین کانال قشتپه در حال به ولسوالی اندخوی می رسد که باشندگان این ولسوالی از سالهای سال بدین سو انتظار همچون کانال را داشتند که نه تنها آب کافی برای آب آشامیدنی نداشتند بلکه زمین‌هایشان خشک شده بود و زمین‌های زراعتیشان نمیتونستند از زمین‌های زراعتیشان استفاده بکنند و حالا این باشندگان این ولسوالی، باشندگان کل فاریاب به ویژه باشندگان ولسوالی اندخوی بسیار خوشحال هستند که کار کانال در اینجا رسیده است و امیدوار هستند که آب هم جریان پیدا بکنه و این مردم سیراب شوند. Abdullah Ahmet zamanında buradan CPM boğda köy kuradan bir şey. Arkelde köpten köp faşa göre hoş bile oldu. Şunca hoş gibi de şu dayran su geldi. Buradan derbadar buradan kutudan torta oldu buradan tiyada toka oldu. Söylerde çıkara oldu. Zamanında buradan suya CPM boğda solda zıgıldı. Ama neyse köy gitti. endi aniqlikda mashallah zamin ham ko'pda. Bularni borasiga ayting, qancha zamin vasiy bor burga, suv kelsa qancha ziroatiy ishlar bo'ladi burga? Az zamin ko'p ziyod. Zamin ko'p, ana hamma dehqonkorlik, hamma zot topilib qolar, hamma g'ariblar ham. Hozirda nima ish qilasiz? Agar suv mintaqalaringizga bu zaminlarga suv kelganda so'ra nima ish qilasiz? Buni borasiga bir ayting. Asarda vazifa dehqonkorlik bo'ladi. Qavuniy tarvuz, daraxt uzun bog' shunday narsalar ekanmiz. Suv kelsa mashallah bo'ladi. Xudo mehribon. Inshaalloh nasib bo'lsa suv kelib qoladi, daryoni suvi. Bizlarni ko'proq qamishlanmadi, taposh bo'l to'xtasi bir yil kelardi. Ammo shunga muntazir qarata taposh bo'l. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما آج عبدالمالک، تخلص ما یاد میکنم به ایرکین، یکی از شهروندان ولسوالی اندخوی. دوستای عزیز، تا جایی که شما رسانه ها همگی خبر دارن، مردم ولسوالی چارگانه اندخوی تقریبا از خیلی مدت ها به این طرف در بخش آب زراعت، آب
آشامیدنی خیلی ها با مشکل مواجه هستند، چون خبر دارین ما مردم زراعت پیشه و دهقانکار هستند، مالدار هستند، با آب زراعتی خیلی ها ضرورت داریم و تا جایی که دوستای بین المللی بگویم، چون کانال قوشتیپه یک پروژه بسیار عامل منفعه است در صفحات شمال بگویم، مردمای ولسوالی اندخوی اشداً به این آب زراعتی ضرورت داره. تقریبا فاز دوم کانال قوشتیپه به ولسوالی چارگانه اندخوی رسیده. تقریبا 4 روز میشه که ما مردم هم رفتیم اینجا، همین نوک غیر سابقه بگویم از سرک طرف شمال به طرف جنوب انتقال یافته. کارمندا و انجینیر صاحبای کانال قوشتیپه در حالت کار هستند. دوستای عزیز، تا جایی که مردمای ما هم گفتم براتان زراعت پیشه هستند، به آب زراعتی و آب آشامیدنی اشداً ضرورت دارند. خانه به خانه در سطح قریجات بلکه مزروعین دهاقین همگی به ضرورت داره. اگر یا به ولسوالی اندخوی برسه انشالله همه مردم از این آب استفاده کرده میتونن، انشالله یک ذره مشکلاتشان حل میشه. بخیر. در سطح ولسوالی اندخوی آب شیرین موجود نیست، چاه هم بکنیم، چاهای عمیق هم بکنیم نسبتا شور است استفاده کرده نمیتوانیم. آب آشامیدنی برای فعلا یک تعداد تجارای ملی یا افراد اشخاص دوستای ما که چای عمیق کردن، آب تصفیه جور کردن، یک بشکه آب آشامیدنی را 20 لیتر میشه در مقابل 20 افغانی خریداری میکنیم. اگر یا بیایه ما مردم خیلی ها آرام میشیم. Aziz do'stlar, mana burga ko'ramiz ki Oqoy G'afuri ham qo'liga kamrasi va shu yerdan video olib yuribdi. Bu odamdan so'raling qani bu ishlar nima raqam ekan jarayoni ish. Sog'siz baxayr? Joningiz jo'rmi? Sihatmi? Salomat bo'ling, baxayr bo'ling. Qanday ekan mana kamrangiz qo'lingizga mashallah nima olib yuribsiz? Voqean ko'p bo'la xush bo'ldim. Bir Rashida Jola bir ovozxonimiz bor, bir g'azal o'qiydi. San jonimsan, san tanimsan, bobom yurtgan maskanimsan. Onam tuqqan vatanimsan, Afg'oniston, Afg'oniston. Onam tuqqan vatanimsan, Afg'oniston, Afg'oniston. Yana voqean mana shu qo'shiqni men ko'p zamzama qilib keldim. Badalol buki, yana o'zimizda ulatimizga bir proje hayotiy va mardum ulat faryobga ko'p muhim bir proje edi. Proje shu og'oz bo'lgan ekan. Yana jam hamkorlarim kelib edi. Xudovand hukumatga o'sha aytdim, Xudovand hukumatga xayr bersin. Ina vaqt mardum ولسوالی اندخوی اینا سوگا کوپولا نیازه باره. تنها سو bu مثلا نیازی سویل هم بود. ما مثلا کوزا حاصلات زراعتی لگم کوپولا یخشه. من کوپولا خوشمن خدا سیگم خیر برسن. اینا هم کلای خیر برسن. وقتی که اولادمزگه برزات مثبت یا بگی که بر ایشی که مثلا تاثیرگذار بولسه mana shuni og'oz bo'lsa hammamiz quvonamiz va mardumimiz ham quvonadi bu bazda. O'shanday voqean. O'sha uchun bizlar ham shahri Maymanadan mana shu dashta ولسوالی اندخویga kelganmiz. To'yinki mana shu shiddat ish va mana shu navid shu xushlikda o'z viloyatimiz mardumi va Afg'oniston mardumiga shu xushlikda aytsak. Katta rahmat. Hammalaringizga tabrik bo'lsin. Maymanali va Faryobli yigitlarimiz va shaharvanlarimiz. Xudo qilsinki bu projeda daha proje degan inshaalloh Faryobimizga og'oz bo'lsin. Salomat.
خب شما به عنوان یک باشنده ولایت فاریاب چقدر خوش هستین که کانال بزرگ قشتپه در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب رسیده و مردمان ولسوالی اندخوی با چی مشکلات روبرو بودن؟ تشکر. اما روزی که کار کانال قشتپه آغاز شده بود که از ولایت بلخ، یک نوید خوشی برای مردم افغانستان بود و حالا که ما در ساحه اندخوی میبینیم که کار شروع شده، یک خوشبینی ما را چند برابر میسازه و بخصوص مردم ولایت فاریاب را و به ویژه مردم ولایت اندخوی که سالیان سال منتظر از این بودن که بر از اونا آب برسه و اونا بتونن که از تشنگی زراعتی رفع شوه و همچنان مردم با آب دسترسی پیدا بکنن و با تکمیل کار کانال میشه که وضعیت زراعتی در این ولسوالی های چارگانی اندخوی هم بهبود پیدا بکنه و کشت زراعت ما رشد بکنه و مردم ما انشالله که با تکمیل کار کانال قشتپه به خودکفایی زراعتی برسند. کانال بزرگ قشتپه در حدود 285 کیلومتر از دریای آمو تا دشت‌های ساحه جنگل ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب ادامه پیدا می‌کند و خودتان می‌فهمید که دشت‌های ولسوالی دولت آباد یک زمین‌های وسیع و خشک دارد و مردم ولسوالی دولت آباد نیز خوشحال هستند و امیدوار هستند که با رسیدن ای آب در منطقهشان و زمینهای زراعتیشان پر از آب شود و بتونن از زمینهایشان حاصلات خوبی به دست بیارند.